بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب انصاری عزیز بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احوالش آقا رسول بزرگوار. جناب انصاری خسته نباشین. سلامت باشید. چطوره؟ احمد آقا چطوره؟ الحمدلله همه خوبن دوستان. همه دوستان خوبن الحمدلله. من 20 بار زنگ خورد متاسفانه باز نشدم. خوب هست جناب انصاری؟ زنده باشید. سلامت وقتی گرانبهاتون رو نگیرم. خواهش میکنم. ما لذت میبریم از صدای دلنشین شما عزیزانی که در این سن و سال به راه توحید و یکتاپرستی گام گذاشتید. دیگه خداوند توفیق میده. خداوند توفیق میده آقای انصاری. البته وسیله‌اش هم شما بودید دیگه. الحمدلله. من شما رو خیلی دوست دارم. خدا شاهد، از برادرام بیشتر دوست دارم آقای انصاری. زنده باشید. الله متعال شما رو دوست داره. قربون شما برم. مؤید باشید ان شاء الله. خدمت شما عرض کنم که این چیزایی که شما نشون دادین فقط خدا اینا رو مگه هدایت کنه آقای انصاری. من یه دوستان روحانی زیاد دارم حقیقتا. بعد تا حد نماینده ولی فقیه اینجوری. درست. بعد ما یه مجلسی بودیم، عروسی بود، مدعی میکرد. درست. صفات الله تعالی رو میداد به امیرالمومنین. عجب. من حقیقتش خب دست خودم هم نیست، قبلش هم اینجور عصبانی میشدم، رفتم کنار همین آقای ایشون هم واقعا به من احترام میذاره، حالا خدا پدرم حالا چی به پشت سرشه. درست. گفتم که حاج آقا این داره چی میگه؟ اول خودش زد بون را، بعد گفتم ببینم این در مورد امیرالمومنین میگفت این شرک نیست؟ ایشون ببینین در جواب من چی گفت. برگشت گفت نه اگر در طول باشه اشکال داره، در عرض اشکال نداره. من گفتم یا رب عجب، مگه خداوند طول عرض داره؟ خداوند محیط، شما چجوری طول عرضش رو تعیین میکنی حاج آقا؟ گفت میشه یک بحث دیگه کنی این حرف رو نزنی؟ همینقدر جواب من زدن آقای انصاری. الله المستعان. خدا اینا رو هدایت کنه آقای انصاری. آمین. خدا اینا رو نمیدونم، با خدا من دلم براشون میسوزه. شما نمیدونین این ایمان داشتن چه لذتی داره. درست. چه لذتی داره اگه داشته باشن. فقط کافی 5 دقیقه ایمان داشته باشن دیگه راهش نمیکنن. الله اکبر. اینو واقعا من براشون متاسفم. آقا رسول بزرگوار. آقا رسول بزرگوار. همین اولین نمازی رو که خوندید بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی شما رو هدایت داد، اولین نمازی رو که خوندید، اون احساستون رو میتونید بازگو بکنید؟ والله نه در زمین بودم نه در آسمون. الله اکبر. چجوری بگم، من اصلا از همون موقع بعد اینجوریه، اصلا من زندگیم یه جوری دیگه شده، کلا دگرگون شده. الله اکبر. الله اکبر. الله متعال حفظتون کنه آقا رسول بزرگ. خواهش ما اون اولین نماز من بعد از اینکه شهادت این گفتم حرکت کردم برای شکرش. خب 2:30 بعد از شب بود دیگه. خب شما حساب شو کنید. بله. 2:30 بعد از شب بود دیگه. من داشتم تکرار برنامه‌تون رو می‌دیدم. من بعد از اون دیگه شهادت پا شدم وایستادم گفتم خدایا قربونت برم، یعنی من 57 سال بدبخت بودم. میدونین چیه؟ ما گناه میکردیم، میگفتیم میریم یه عشقی میریزیم برای امام حسین یا دریا گناه رو میشوره. گناه میکردیم، شب 21 میرفتیم زیر قرآن میگفتیم خدا میبخشه. یعنی با ما یاد دادن اینجور، یعنی راحت راه گناه واز. یه سال گناه کن، بعد دیگه مردم کمتر گریه میکردن، گفتن حالا یک دونه عشق بگیرید، بعد کمتر گریه میکنم حالا حالت عشق بگیرید. درست. خدا یه دریا آتیش رو خاموش میکنه. بعد که ما نشستیم دوباره یه مرور کردیم این کتابا رو دیدیم نه خیلی اون خبرها نیست. درست. حساب کاکا برادر خدا با کسی قوم خویشی نداره. حتی با نبی مکرم اسلام که اونجوری به فامیلاشون میگن فاطمه جان من به درد تو نمیخورم، عملته. حالا شما دیگه، من فقط هدایت اینا رو میخوام، فقط خدا هدایتشون کنه آقای انصاری. چه نعمت. آمین.
دستشون هم در نکنه، وقتتون رو نگیرم. زنده باشید آقا رسول، زنده باشید. از همینجا خدمت آقای هاشمی هم سلام میرسونم. علیکم و علیه السلام. علیکم و علیه السلام. زنده باشید. الله معید باشید. خدا حافظتون باشه، برقرار باشید. زنده باشید. احمد آقا هم سلام برسونید. علیکم و علیه السلام. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. حالا ببینید، یعنی دور بودن این آخوند جماعت از قرآن. من آخوند جنتی رو که میشناسید دیگه، حضرت آیت الله دایناسور نمیرالمومنین، عمرش رو خدا میدونه، یعنی از تا که یاد ملت ایران میاد این آخوند بوده دیگه. ایشون قرآن میخونه. یعنی ببینید که چقدر این آخوند جماعت از قرآن به دورن و چقدر مردم رو دور نگه داشتن از قرآن. این کلیپش چون قبل از برنامه داشتیم چک میکردیم صدای لپتاپ رو، بچه‌ها خوششون اومد در کنترل، اینو یک بار دیگه خدمتتون پخش میکنم. ببین اون به چه سرنوشتی دچار شد. انما اريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ هل اتی کجا رفت؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء یوفون بالنذر یخافون یوما کان شره مستطیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء یوفون بالنذر یخافون یوما کان شره مستطیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء یوفون بالنذر. شهادت اونایی که میگفتن ارر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الى محضر العدم و تسیر ارواحنا معلقه قدس. خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم. این آقا امام جمعه است، امام جمعه پایتخت. این همه ملت بیچاره و بدبخت پشت سر این نشستن و اینم قرآن خوندنش. دو آیه میخونه از قرآن. شما برید همه این قرآنی که در چاپ سعودی، چاپ ایران، چاپ افغانستان، چاپ پاکستان، تاجیکستان، روسی، آمریکایی، تو هر کشوری که هست، برید یه قرآنی پیدا کنید که این دوتا آیه که این نمیرالمومنین میخونه تو اون باشه.